ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфтори адабиямонро аз силсилаи хониши бадеӣ оғоз мекунем. ба таваҷҷӯҳи шумо романи нависандаи халқии тоҷикистон Кароматулло Мирзоев ишқи сархӯр дар қироати Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори шашум. لطفیه به مقصد نرسید، خلل رساند. تو اسفندیار مرا شرمنده کردی، تگی طعنه و تبازه میمانم. نمیدانم به تو چیکار کنم، کوشم خبر نمیابی. تو گناهگار، تو. گیلمندی شنید سرخور. لطفیه هنوز در همان فکری که باز میگفت اکنون به گورستان یک تابوتی فخری را میبرند، به خود در میگرفت. لطفیه فخری را فریب داد. نه، وی به وعده وفا میکند، زنده ماندن نمیتواند. تابوت لطفیه را هم به گورستان میبرند، امروز یا پگاه. میگوید که او را در پهلوی گوری فخری به خاک گذارند. دو گوری نو افسانه می شوند، وفاداری را از آنها آموزند. لیکن مثل فخری و لطفیه نامراد نشوند. اسفندیار با آواز گرفته خسته حالانه نام سرخور را به زبان آورد. لطفیه لبی. به حال لطفیه رحمی سرخور آمد. چی میگویی جان شیرین؟ جان شیرین نگوی. در بیهوشیم به رخساره هایم دست رساندی، مویهایم را غاز میدادی. حس میکردم، میشنیدم که اینقدر تو زیبا خدا تو را به من داده است. میگفتی مرا بوسیدی، جنبیده نمیتوانستم، نفرتم می آید به تو. مناسب خودت را یاب. خاموش شد. بعد چشمش در روی سرخور افسود. از تو یک خواهش، به من یاردم رسان. رحمت میگویم. برای چی رحمت میگویی؟ مرا به لب جربر. چی نام داری دخترم؟ مادری سرخور تگی گپهای دختر را فهمیده پرسید. از کجا می شوی؟ نامم بیبی جان لطفیه، از شاه منصور، خانه امان در پشت مسجد. فهمیدم دخترم، تو را پگاه خودم به خانه تان می برم. تنگه و تلاهایت قطعی به پدر و مادرت می سپارم. بیبی جان من از شما منت دار. دوام نمود. از کجا بودنم را فهمیدید، نامم را گفتم، خانه امان روید، تلاواری هایم را به مادرم برده دهید. خودم را بعد به خانه امان میبرند، خودم را میکشم. لطفیه بیزابیته شد، سخن گفته به شور آمد، خیالش بیجا، باز چشمانش پوشیده گشتند. دل مادری سرخور اندکی تسکین یافت که نام و جای و مکانی دختر را فهمید. میداند، دیده است که آدمانی سرشان لت خورده اول هیچی نمیفهمند، هوششان بجا سیب صحت میتابند، لیکن به ناگاه میبینی که افتادند و به حال خود شدند. خدا نشان ندهد که این دختر در روی کلبه فقیرانه وی نابود شود. افزایش بیجا، خودم را میکشم میگوید. آچه و بچه به بلا میمانند، پول داده درد سر خریده، به همسایه ها خبر دهد. آدمان دلپر نیستند، به جای غمی آنها را خوردن دنگ گپ را به عالم میبرارند. خودش هم شب سحر شده ایستاده است،
دری کشاده دارند. یگان کس آمده ماند چی؟ دختری با جاگه و جامه خوابیده را می بیند. انا بعد گپ یابو گوی کی او کی، چی طور در خانه آنها پیدا شده است. بچم اسفندیار چی گپی به خاطری مادر آمد که نامی او را گرفته گفت که به او گوش اندازد. چی می گویی آبچه؟ با طبع خیره به مادر گوش انداخت. تو بچم نمیدانی که اصلی همین بابای ازبک خواجه از کجا؟ و خودش شرح داد. وی هم آمد، از شاه منصور است. کدام سالهای کوچیده به سفیدابی ما آمده است. حالا هم خویشاوندانش آمده می روند. بیا یک کار کن، به سری بابای ازبک خواجه ده. از همین آدم بسیار نیکی دیده ایم. اگر ندانیم کور و کهری می شویم. جان دستگیرمان است. خدا نگهبانش شود. رو زاری کن گوی بیاید. سرخور بابای ازبک خواجه را در خانه اش نیافت. شاه منصور رفته بوده است. چشم کمپیری صنم و پسرش براهی او. دختر بی‌طاقتی داشت. می گفت که علاج دیگر ندارد. راه جری گاوکش را به او نشان دهند، او را به آنجا برد. در زبانش نامی فخری که چرا وی مرده و لطفیه زنده، به دلش علاو غلطیده بی‌دواتر می گشت. زاری و تولا نصیحت های مادری سرخور به دردش دوا نمی گشت. مثل دیوانه ای که هو گوید و از در و دیوارها بیرون رود. در را از درون زنجیر پیچ کردند. امیدی آچه و بچه به بابای ازبک خواجه که او آید و لطفیه را از راه گرداند، آرام سازد و شاید او را شناسد. نهایت بابای ازبک خواجه قریبی های نیمی شب که همان لحظه ها از شاه منصور برگشته بوده است آمد. چیگه؟ چی واقع رخ داده است؟ بابای ازبک خواجه با خاطری پریشان از در آمد. آچه و بچه جایگه میان خانه را که در آن دختر می خوابید نشان داده قصه کردند. کمپیری صنم گریسته گفت که نام دختر لطفیه از شاه منصور، خانه اشان در پشت مسجد، پدرش معلم. لطفیه از شاه منصور، دختری معلم، خانه اشان در پشت مسجد. بابای ازبک خواجه با حیرت لبی کورپه را از روی دختر پایان تر کرد. لطفیه جان، با دیدگانی اشکبار بلند آواز برآورد. تقا؟ دختر چشم گشاد. تقای و خواهرزاده همدیگر را شناختند. در شاه منصور در جنازه بودم. شما را هم خبر کردند؟ ها، همان زمان چنان جنازه سیرادم پرسوز و گداز شد که هیچ وقت این خیل نشده بود. آچت و خاله هایت روی و موی می کندند. سنگ و چوب به گریه در آمد. در بلندی در پهلوی رحمتی بیبیت گور کردیم. خودم جیانکم جان و جگر را در خاک ماندم. خودتان در گور ماندید؟ ها بچم، جگربندم، خودم در گور ماندم. سوختم، مردم. خالت دیوانه شد. بابای ازبک خواجه باز چی گفهایی گفت و نگفت که لطفیه نمی شنید
گوشهایش قلف زدند. یقین نمود که فخری مرده بوده است. او را برده اند، جنازه‌اش را خواندند. خودی تقا وی را در گور مانده است. سوخت، دل و جگرش بریان، دمش به درون افتاد، از گپ ماند. نترسید ایشان جان. کمپیری صنم بابای ازبک خواجه را از احترام همین نام می برد و دوام نمود. وی گاه گاه همین خیل می شود. باز به هوش می بیاید. هزار رحمت ایشان جان که آمدید. فرزند خودتان بوده است. دلم قوت گرفت، دیگر نمی ترسم. اسفندیار خوب کرده است که وی را نجات داده است. خوب کرده است بچه‌ام. کمپیری صنم باز تاکید نمود که بابای ازبک خواجه الخوان نشوند، خانه اشان روند، دم گیرند، خواب کنند. اما بابای ازبک خواجه را خواب از کجا؟ سراسیمه از جای برخاست. در همان شبی باز رو به راه شاه منصور آورد. تقا جان. لطفیه به هوش آمد. تقایش را پرسید. فهمید که آن کس رفتند. فهمیدم. همان گپی خودم. شنیدید فخری را گور کردند. سری گورش می روم. آمده می گویم خاکی گورش را به سرم باد می کنم. خودم را در بالای گورش می کشم. همراهش می شوم. لطفیه بی خودانه به خود حرف می زد. از جای خوابش خیست. سرخور و مادرش او را از راه گرداندن نتوانستند. شور و قیام انداخت. پیشی چشمش چیزی می افتاد. کاسه یا طبق و پیاله، چاینیک، حتی کفش و کلوش ها را برداشته به در و دیوارها می زد. شیشه های تریزه ها را شکست. کمپیری صنم در را گشاد. به سرخور گفت مان رود. پس از باران هوا تازه، روح افزا شده بود. آسمان صاف، ستاره ها یگان یگان می تافتند. صبح می دمید. ولی سری تیغه های کوه هنوز ابر، آنجا باران. لطفیه بگو کجا می روی؟ از پس او از دروازه برآمد سرخور. نشنیدی؟ سری گوری فخری می روم گفتم. گوری وی در کجا نمیدانم، ولی راهی شاه منصور این طرف قطعی ماشین راه است. پایان کوه را نشان داد سرخور به لطفیه. راهی همراه فخری آمده ام، ماشین راه نبود. پیاده دور است. همراهی تو روم دور، لیکن با فخری آمدم نزدیک بود. نخواهی همراهت نمی روم. بیا، همراه فخری نمی ترسیدم. با من روی می ترسی؟ نخواهی نبیا. بیا گویی می روم. بیا. لیکن می دانی چی؟ با راه تو می گفتگی امروز رفته نمی شود. در دره سیل آمده است. بگذار سیل باشد، بلا باشد، از جر نترسیدی کو؟ همراهی تو نمی ترسم. شوخی نکن، نخند، دلم نمی بردارد. از بلندی رو به دره می فرامدند. سری تیغه های کوه ابر، باران می آمد. آبی سنگاب می جنبید. در پایهای دختر
توفری نوک باریک به لباسهایش آب و لای می پرید. پاچه های لازمیش را تا زانو برزد. در نظری سرخور دختری زیبا را بندی پایهایش زیبایی زیبا، زیبایی نایاب. در دهه هیچگاه دختران پاچه های لازمی را نیم انگشت هم بالا نمی بردارد. لطفیه دختری شهر، او را پروانی. او این چنین نمی دانست که سرخور از بندی پاهای وی، از تن و بدن، از پیشابغلی کشادهش چشم نمی کند. هرگاه پایش به چخوری رود یا پیش پا خورده افتد، دست دراز می کرد. سرخور او را می داشت. پهلو به پهلوی هم به لب سنگاب رسیده. آبی سنگاب دمیش خورده سیل می آمد. سرخور و لطفیه قدقدی سنگاب بالای و پایین دویده جایی تنوکاب می کافتند. گذشته نمی شود، عقیب می گردیم، راه قطعی می رویم. به فخری جان عزیز نبود، خودش را از جر پرتافت. وی خودش را از جر نپرتافته است. نشنیدی تقایم گفتند دین جنازه اش بود. من در تنه جر بودم، تو را در سری گورش میبرم، میبینی. از آب گذشته نمیشد، میترسی. آب بسیار شد، گاو را می افشاند، ماشین را چپه می کند. من می گذرم. سرخور حس نمود که دختر از رایش نمی گردد. همین حاضر پیش نظرش او به آب می دراید. او را نجات داده بود، حالا نمی تواند. آب جای بازی نی. هر دویشان را می برد. مرده هایشان را نمی یابند. سنگاب به کافرنهان می رسد. انا بعد در آبی قیامت مرده کابو مرده یا، به معنی آبی بسیار. چی به عقلی دارد لطفیه که هزار او را داری، اگر دست و پایش را به زنجیرها بندی هم از راهش نمی گردد. اجل در دلش وسوسه انداخته است. آب اجلی او سویش دویده ایستاده است. سرخور چیکار کند؟ او را به حالش گذارد و رود؟ کجای آدمگری، جوانمردی؟ حیف می شود. چقدر وی زیبا، به دل شیرین کرده است او را. از او جدا نمی شود. در این دنیا یافتگیش همین دختر می شود. همراهش رو به مرگ می رود، ولی مرگ را نمی خواهد. نه نمی خواهد. در خانه مادری زار و تنها دارد. چشم براهی او را انتظار. زندگی می خواهد. بارها با مرگ غریب آمده است. او همان سرخور. شکست روح نمی شود. از آب می گذرد. دختر را هم می گذراند. پنجه هایش را مشت کرد. در طرح رو حس غضب. از غضب سنگ ها را با لگد می زد. ترقا طروقی سنگ ها به فلک. قدقدی سنگاب بالای و پایین دوید. جای تنوکاب جست. نظرش به آن سوی سنگاب. لبلبی سنگاب یگان درخت. تا آن سوی آب مسافه زیاد نی. 15-20 قدم نزدیک، ولی اجل هم نزدیک. شاخه های یک بیدی لبی سنگاب روی آب خمیدن. اگر نزدیک شود دست به نوده های آنها می برد، می دارد. آب جانب درختان گشته است. بیخی چندی آنها را کامه کرده است. فشاس می زند. صدای اجل. به هر حال سرخور با امید. همین که نزدیکی درختی شود دست دراز می کند. دستم گیر می گوید. جان دستگیرش درختها.
به آب می دراییم. از دست لطفیه داشت. نمی ترسی؟ همراهی تو نمی ترسم، نمی مرم. با هم از جر برآمدیم، از آب هم می براییم. چه خیل؟ پشتاره می کنم. می توانی؟ من وزنین. تا خانه اتان هم کی گویی پشتاره می کنم. خرسند می شوم. خدا می گویم همیشه در پشتاره هم باشی، از آن خودم باشی. این خیل نگوی، گفتم کو دلم نمی بردارد. شوخی نکن. بیا جانم. نزد یک سنگ بلند ایستاد. خیال داشت که برای جانم گفتن گپ می شنود، ولی لطفیه دم نزد. بالای سنگ برآمده به پشتی سرخور چسبید، به گردنش دست انداخت. دستانی نازکی دختر در گردنش پیچیده. چشمانت را پوش. شنید لطفیه آوازی سرخور را. هرچند که صدای آب بلند، سنگها قصر قصر به هم می خورند. سنگ می غیلاند آب. سرخور به درونتری آب درآمد. باز قدم ماند. پایهایش روی سنگها لغزیدند. قریب افتاد. نترس جان، نترس، گفت با لطفیه. آهسته آهسته پیش می رفت. لحظه لطفیه چشم گشاد که قریب به بیرونی سنگاب رسیدند. درختها نزدیک، تلاش، سعی و تلاش سرخور جانب آنها، ولی آب گذر نمی‌داد. آنها را به درونتر می کشید. سیلاب جان داشت که ماروار گردی بچه و دختر می پیچید. نیتش بد، آنها را از پای افتاندن. سرخور باز قدم ماند. آب تا کتفانش بلند شد. قریب تگی آب ماندند. اما سرخور به پای راست شد. لحظه باز، چند لحظه. آوازی سرخور بلند گشت. فرا. پشتش را به طرف ساحل گرداند. فرا، خودت را صاحب شو. فرا. فریاد زد. لحظه هایی که لطفیه خود را روی سبززاران کناری سنگاب دید، ولی خودی سرخور برآمدن نتوانست. هر قدر می جنبید پیچ و تاب می خورد. دستش به شاخی درخت یا بوته نمی رسید. نهایت نزدیکی یک درختی شد. چناری سیر شاخ و نوده. آب تگی ریشه های آن را می کافت، کامه می کرد. آن را به کام می کشید. چنار از بیخ ریشه هایش کنده خورد، آبکی شد. سرخور به شاخ و نوده های چنار چسبید. درختی چنار روی آب می رفت. درخت و سرخور را آب می برد. لطفیه تابی نظاره این منظره فاجعه بار نداشت. چشمانش را پوشید. وقتی چشم گشاد که نه درخت بود و نه سرخور. سری شاخه های درختان، بالای سرش نورهای آفتاب افتاده. نورهای زرین تابی، آفتابی پگاه. او مانده و لبی سنگاب. از جای برخاست. در گوشهایش یک صدا: می آیم لطفیه، انتظار شو، می آیم. و او نیز می گفت: انتظارت می شوم اسفندیار، اسفندیار. لطفیه کوهتلی پیش روی را بالا شد. هنگ و مدارش نمانده، مثلی که راه رفته نمی توانست. سری کوهتل بالای سنگی نشست. هنوز باران از باریدن نمانده. خدا می گفت که نبارد، باران بس کند، اسفندیار خلاص یابد. خیالش به اسفندیار. در پیراهی درونی دره آدمان پیدا شدند. از شهر می آمدند. 3 نفر، 2 مرد، 1 دختر. دختر پیش پیش. اون نزدیکی لطفیه شده از راهش گشت.
خواهر تینج هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟ پرسید از لطفیه. همراه سیل برد و پایانی کوتل به سنگاب اشاره نمود. رفیقت کی بود؟ دختر یا پسر؟ پسر؟ اکد بود؟ نه. نغز دیدد؟ وی مرا از مرگ رهانده بود. همین حالا هم مرا از سیل گذراند و خودش نتوانست. از کجا می آمدی؟ از سفیداب، از خانه اسفندیار. از خانه اسفندیاری بچه کمپیری سنم؟ افزای دختر بیجا شد. ها، مادرش ما را گسیل کرده بود. راست میگویی که اسفندیار غرق شد؟ دختر به لطفیه باور نکرده تکرارا پرسید. او به سرخور کی می شده که با شنیدن خبری غرق شدنی وی اینقدر بی‌ضابطه گشت، خودش را گم کرد، چون هیکل بی حرکت راست ماند، شخ شد. با همراهانش خیر گفته رو به سنگاب دوید. سرخور را خلاص کردنش لازم. اکنون این وظیفه نوبتی او. بچه کمپیری سنم، همان جوانی که گلناره را از جوش دریای کافرنیخان برآورد. گلناره هم از یک دهه قدقدی سنگاب هنگامی در دانشکده تربیه جسمانی جمهوری خواندنش ماهیه بیشتر به خانه گلناره اشان می آمد. او مثل دیگر همکرسان نبود که وقتی انگور پز انگور خوری می رویم گفته مهمان می شدند. و شیفته هنری رسامی منظره های زیبا را دوست می داشت. مهمان آنها که می شد بالای دیه به تماشای چنارهای قطاری چندین هزار ساله می شتافت. بالاتری میدان چنارها یک صده هوش و خیال ماهیه را برده بود. کلان و با حشمت سیرشاخ و برگ مثل خیرگاه بالای تپه را پوشانده بسیار ساله، 100 ساله ها باز موجود بوده. مردم آن را عزیزان هم می حسابیدند. هر کس با هر آرزوی و امید به شاخه های صده عظیم لطه یا رشته می پیچاند. شاخ و برگ های آن از لطه و پوته بار آورده. صدها مراتب ماهیه صده را عکس برداری کرده به هر رنگ رسم کشیده. اما ماهیه همان بیگاهی روزی به خانه گلناره اشان آمدن به تماشای چنارها وسدن نرفت. او یک خواهش داشت. گلناره خواهد نخواهد پگاهی بر محل آفتاب نبرآمده با هم به دیهه رامید می روند. هوسش به تماشای دریای کافرنیخان. آن را ندیده است، شنیده است. شما گفتاری ششم رو از روی رمان نویسنده خلقی تاجیکستان کرامتالله میرزویف عشق سرخور در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجامقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.